بترس، بلرز، ولی اقدام کن. اولین بار که این جمله رو شنیدم از استاد بابک بهمن‌خواه، هم کلی کیف کردم، هم کلی تعجب کردم. همین اینستاگرام حداقل 4 سال من دارم به این فکر میکنم که پیج اینستاگراممو راه بندازم. ترس از این که کم بیارم وسط راه، نتونم ادامه بدم، همین جلوی دوربین اومدن، نداشتن اعتماد به نفس و خیلی از ترس‌های دیگه باعث شد که من این کار رو انجامش ندم. چقدر شنبه‌هایی گذشت و کارهایی که روی هوا موند و انجام نشد، چه فرداهایی که نیومد، برنامه‌هایی که هیچ موقع به سرانجام نرسید. همه ما این تجربه مشترک رو داریم که به خاطر ترسامون از انجام دادن خیلی از کارها و هدفهای زندگیمون موندیم، اونا رو انجامشون ندادیم. اصلا مهم نیست که اون کاری که داری انجام میدی چقدر بزرگ و ایدئال باشه یا کوچیک باشه. کتاب اثر مرکب و کدوماتون خوندید؟ خلاصه این کتاب و شاید تمام کتاب‌های موفقیت تو یک جمله باشه: تکرار و استمرار در کارهای کوچکی که تو رو به موفقیت میرسونه. یادت باشه رفیق، بزرگ فکر کن اما کوچک اقدام کن.